دلار بالا رفت و انسان سقوط کرد. سفره ها را بریدند، بعد گفتند صبر کن. پدر مادرها با جیب خالی شرمنده بچه ها شدند و پولدارها با بالا رفتن دلار و طلا جشن گرفتند. بدبختی عده‌ای شد پله‌ای برای پولدار، درد مردم شد سرمایه‌ای و قسم بعضی از دکترها شد کاغذ باطلی. دکتر به جای درمان قیمت نوشت و دارو به جای شفا کالا. همه چی کشیده شده به دلال بازی و مافیا بازی. انبارها پر و شکمهای مردم خالی. ما هم مردم این خاکیم، ما اعتراضی نداریم. ما شهید دادیم، ایستادیم، ولی خاک نداریم. بحث کشور ما به بیگانه ربط ندارد. بیگانه که خود می کند، پس بیگانه رحمی ندارد. ما زندگانی می خواهیم با احترام، نه زندمانی به قیمت تحقیر.